سلام اطفال نازنین، خوش آمدین به یکی از دیگر ویدیوهای آموزشی ما. خدا کنه که همتان جور و صحتمند باشین. قسمی که در درس گذشته ما از حرف الف تا حرف جیم خواندیم، برش مثالا نوشته کردیم، بعض داستانا را شنیدیم و فهمیدیم که حرف ها در بین کلمات چه قسم استفاده میشه و هجای بعض کلمات هم فهمیدیم. پس خوب است که درس امروز خود شروع کنیم. حرف ما حرف چه است و داستان چوپان. پس خوب است که بریم با هم یک جا ببینیم و دوباره به درس خود ادامه میدیم. داستان چراغ-علی چوپان. چراغ-علی چوپان است. او 44 گوسفند و یک قوچه کوچک دارد. او هر روز صبح زود از خواب بیدار می شود. چای و نان خود را می خورد و آنها را برای چریدن به چراگاه می برد. یک روز چراغ-علی با قوچه کوچک خود به چشمه رفت تا آب بخورد. ناگهان او روی سر قوچه خود 2 دانه شاخ کوچک دید. قوچه کوچک او حالا بزرگ شده و می تواند با شاخهایش از خودش مواظبت کند. خب دوستکا، داستان با هم دیدیم و با حرف چی آشنا شدیم و حالا خوب است در کلمه های که حرف چی آمده یک بار دیگه هم تکرار کنیم. اولین کلمه ما چوپان است. چوپان چند هجا داره؟ چوپان 2 هجا داره. کلمه بعدی ما چراغ است. چراغ چند هجا داره؟ چراغ 2 هجا داره. و به تعقیبش کلمه ما 44 است. 40 چند هجا داره؟ 2 هجا داره. و 4 چند هجا داره؟ 4 2 هجا داره که در مجموع چند هجا میشه؟ 4 هجا میشه. کلمه بعدی ما قوچه است. قوچ چند هجا داره؟ 1 هجا داره. و کلمه دیگه ما کوچک است. کوچک چند هجا داره؟ 2 هجا داره. و به تعقیبش کلمه دیگه ما چای است. چای چند هجا داره؟ 1 هجا داره. و کلمه بعدی ما چریدن است. چریدن چند هجا شد؟ 3 هجا. چریدن 3 هجا شد. و به تعقیبش کلمه دیگه ما چشمه است. چشمه چند هجا داره؟ 2 هجا داره. این بود کلماتی که در آن حرف چه آمده بود. خب دوستا، در این قسمت برنامه به شما چندان تصویر آوردیم که با هم نامایش میگیریم. اولین تصویر ما تصویر چشم است که چه در اینجا در کجا استفاده شده؟ در اول کلمه. چه شین میم چشم. دومین تصویر ما تصویر قیچی است که چه در کجا استفاده شده؟ در وسط کلمه. قاف یا چه یا چی میشه؟ قیچی. و تصویر بعدی ما تصویر مرچ است که چه در اینجا در کجا استفاده شده؟ در آخر کلمه. میم ر چه چی میشه؟ مرچ. خب عزیزان، با حرف چی آشنا شدیم. به تعقیبش میریم سراغ حرف ه. بریم داستان حلزون و مرچه رو با هم یک جا ببینیم و به درس خود ادامه میدیم. داستان حلزون و مرچه. یک روز صبح زود مرچه یک بوجی گندم را در صحرا دید و بسیار خوشحال شد. مرچه یکی از گندم ها را با شاخک هایش به زحمت کشید و به طرف خانه اش برد. در راه به یک سنگ رسید. پشتش را به آن زد تا کمی استراحت کند. ناگهان سنگ تکان خورد. بعد از داخل سنگ یک سر بیرون آمد. مرچه کمی ترسید. او گفت نترس، من حلزون هستم و صدف روی پشتم خانه ام است. ناگهان هوا ابری شد و باران بارید. حلزون به مرچه گفت زود بیا داخل خانه تا تر نشوی. مرچه داخل صدف حلزون شد. چند دقیقه بعد باران قطع شد.
مرچه از حلزون تشکری کرد و با گندمش به سمت خانه رفت. خب عزیزان، داستان با هم دیدیم و با حرف ه آشنا شدیم. پس خوب است در کلمه هایی که حرف ه آمده بود یک بار دیگه هم تکرار کنیم. اولین کلمه ما صبح است که صبح چند هجا داره؟ یک هجا داره و حرف ه در اخیر کلمه آمده. کلمه بعدی ما صحرا است. صحرا چند هجا داره؟ صحرا 2 هجا داره و حرف ه در وسط کلمه آمده. کلمه بعدی ما خوشحال است. خوشحال چند هجا داره؟ خوشحال 2 هجا داره و حرف در وسط کلمه آمده. کلمه دیگه ما زحمت است. زحمت چند هجا شد؟ 2 هجا شد. و کلمه بعدی ما استراحت است که چند هجا داره؟ 4 هجا داره. استراحت. این کلمه های بود که در بینشان حرف ای آمده بود. خب دوستکا، حرف ای تمام شد و رسیدیم به حرف خ و داستان قطره خرد که میریم با هم یک جا میبینیم داستان و دوباره برمیگردیم. داستان قطره خرد. قطره خرد مقبولی در یک دریاچه کلان زندگی می کرد. یک روز هوا گرم شد. قطره آب از شدت گرمای زیاد بخار شد و به آسمان رفت. او حالا یک توت ابر خاکستری شده است. او از آسمان درختها و دریاچه ها را می دید. کم کم ابرهای دیگر هم کنار او آمدند. او خوشحال شد که تنها نیست. ابرها پیش خورشید را گرفتند. هوا کمی تاریک شد. توته ابر خاکستری دلش برای دوستانش تنگ شده بود. او دوست داشت با ماهی‌های سرخ دریاچه بازی کند. ابر خاکستری شروع کرد به گریه کردن. او ناگهان به قطره آب تبدیل شد و داخل دریاچه افتاد. او به سوی ماهی‌های سرخ رفت و با آنها بازی کرد و از سفری که رفته بود خوشحال بود. خب دوستکا، داستان با هم دیدیم و با حرف خ آشنا شدیم. پس خوب است کلمه هایی که در او حرف خ آمده بود یک بار دیگه هم تکرار کنیم. اولین کلمه ما خرد است که خرد چند هجا داره؟ 1 هجا داره و حرف خ در اول کلمه آمده. دومین کلمه ما بخار است که بخار چند هجا داره؟ بخار 2 هجا داره و حرف خ در کجا آمده؟ در وسط کلمه. سومین کلمه ما خاکستری است. خاکستری چند هجا داره؟ 4 هجا داره و حرف خ در اول کلمه آمده. کلمه بعدی ما درخت است. درخت چند هجا داره؟ 2 هجا داره و حرف خ در وسط کلمه آمده. بعد از درخت کلمه بعدی ما خوشحال است. خوشحال چند هجا داره؟ 2 هجا داره و حرف خ در اینجا در اول کلمه آمده. کلمه بعدی ما خورشید است. خورشید چند هجا داره؟ 2 هجا داره و حرف خ هم در اول کلمه آمده. و آخرین کلمه ما سرخ است که سرخ 1 هجا داره و حرف خ هم در آخر کلمه آمده. ای است کلمات که در آن حرف خ آمده بود. خوب دوستا، این بود درس امروز ما که از دریچه وطن باکس تقدیم شما شد و یادتان نره که درس امروز بیشتر تمرین کنین. تا برنامه بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. وقت خوش داشته باشین.